سلام دوستای خوب و عزیز، اگه میخواین یک جلبی خوشمزه و عالی داشته باشین این ویدیو رو تا آخر ببین. 3 قاشق خمیر مایه رو با 2 قاشق شکر با کمی آب هم میزنیم، میمونیم 10 تا 15 دقیقه تا خمیر مایه عمل بیاره. 2 قاشق ماست داریم، 1 لیوان نشاسته، 1 لیوان آرد، کمی زعفران، کمی رنگ خوراکی و نیم لیوان او. اینا رو با هم میزنیم، یک خمیر نرم و لطیف جور میکنیم. همین که در تصویر میبینیم. راز یک جلبی خوب در شربت جلبی است. اگه شربت جلبی را خوبش درست کنین، غلیظ جور کنین، حتما یک جلبی خوبی خواهید داشت. اگه شربت جلبی خوبش نباشه، خوبش جور نشوه، دیگه هر رقم جلبی که جور کنین و داخل شربت که بره و شربت از خود میکشه و جلبی نرم میشه. همونطور که در تصویر میبینین جلبی را داخل روغن داغ سرخ میکنین هر دو طرفش، بعد داخل شربت میندازین. این هم نتیجه کار واقعا عالی شده بود.